سلام، وقت شما بخیر. به سلسله درس های ساختن ویدیو با هوش مصنوعی خوش آمدید. در این درس ها ما به صورت رایگان به شما آموزش می دهیم که چگونه با هوش مصنوعی بدون نشان دادن صورت و صدای خود ویدیو بسازید. می توانید از این ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام استفاده نموده و ماهانه 5 تا 10,000 دلار درآمد کسب کنید. بسیاری علاقه ندارند بنا به هر دلیلی از صدای خود در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و میخواهند صدای خود را تغییر بدهند تا کسی آنها را نشناسند. در این ویدیو که البته درس 5 ما هست، ما در مورد تغییر دادن صدا و کمک هوش مصنوعی با شما صحبت میکنیم. در درس های گذشته در مورد ساختن متن و کمک هوش مصنوعی صحبت کردیم و همچنان تبدیل متن به صدا و کمک هوش مصنوعی و همچنان تبدیل عکس به فیلم و کمک هوش مصنوعی با شما صحبت کردیم. اگر این ویدیوها را تماشا نکرده اید می توانید با کلیک به لینک هایی که در قسمت دیسکریپشن گذاشته شده مراجعه نموده و دروس فوق را تماشا کنید. برای این که ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید. یک بار دیگر شما را خوش آمدید عرض میکنم. در این ویدیو در مورد این صحبت میکنیم که چطور با هوش مصنوعی صدای خود را تغییر دهیم. مثلا صدای مردانه را به زنانه، زنانه را به مردانه، یا اصلا صدای خود را طور تغییر بدهیم که هیچ کس ما را نشناسد. بنابراین تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. وبسایت هوش مصنوعی که ما برای تغییر دادن صدا از او استفاده میکنیم با عنوان مای ایدیت یاد میشه. بنابراین در گوگل میریم و مای ایدیت نوشته میکنیم. بعد از او اولین گزینه‌ای که برای ما پیدا بشه گزینه مای ایدیت هست که به اصطلاح کنی رویش هست و روی این دکمه کلیک میکنیم. بعد از اون ما مستقیما بر وبسایت هوش مصنوعی انتقال پیدا میکنیم. البته این دو بخش داره، قسمت تصویر داره و یک قسمت صدا. در قسمت تصاویر ما میتونیم توسط هوش مصنوعی عکس بسازیم و همچنان عکس های خود در قسمت مختلفش تغییر بدیم، مثلا زمینیش رو تغییر بدیم و تغییرات دیگه هم وجود داره. قسمت دوم قسمت صدا هست که در این قسمت ما میتونیم اطلاعات مختلف روی صدا به وجود بیاریم و بیشتر از 10 گزینه داره که هر گزینه میتونه کارهای مختلف به وجود بیاره. که ما در ویدیوهای بعدی در مورد صحبت میکنیم. بنابراین فقط در قسمت تغییر دادن صدا صحبت میکنیم که ما شما میتونیم صدا را توسط این وبسایت هوش مصنوعی تغییر بدیم. بنابراین در قسمت به اصطلاح چوز فایل میگیریم و به اصطلاح همون صدای مورد نظری که ما قبلا ضبط کردیم او را انتخاب میکنیم و بعد در این وبسایت به صورت خودکار وارد میشه. بعد وقتی که صدای ما وارد میشه، البته یک چند ثانیه وقت میگیرد تا که صدای ما وارد شود. بعد وقتی که صدای ما وارد شد در این ناحیه شما میبینید ما کاراکترهای مختلف داریم در این قسمت و بیشتر از 10 شخصیت وجود داره. در اینجا مردها هست، زنها هست، حتی اطفال کوچیک هم وجود داره. تا که میبینید صداهای مختلف هست. شما میتونید صداها را از مردانه و زنانه تغییر بدیم، از زنانه را به شکل مردانه و یا بچگانه به هر شکل یا صدای خود تغییر بدین، یا حتی صدایی که شما توسط هوش مصنوعی ساخته اونا رو میتونید تغییر بدید. و ما یکی از این صداها رو انتخاب میکنیم. البته این در ابتدا 10 ثانیه صدا را تغییر میده، ولی نمونه هایی که ما آیا میپسندیم یا خیر. بعد این 10 ثانیه را شما از یک قسمت پلی میکنید تا که مورد پسند شما قرار میگیره یا خیر. بعد از او اگر احیانا مورد پسند شما قرار گرفت، بعد از او شما از گزینه‌ای که در قسمت آخر ای به اصطلاح وجود داره در شما می‌بینید apply to the entire clip، یعنی به تمام به اصطلاح این فایل صوتی همین صدا را پیاده کن، این کلیک میکنین. بعد از او در طی چند ثانیه تمام این صدا کاملا تغییر میکنه به یک صدای جدید که برای شما اصلا خیلی تفاوت داره با صدای اول و اصلا قابل مقایسه نیست.
و حال این صدا را شما دوباره اگه خواستید ببینید میتونید پخش کنین از قسمت و ببینین این صدا را بشنوین و اگه خواستین دانلود کنین از قسمت گوش سمت راست میتونین این صدا را دانلود کنین برای خود را ذخیره کنین بعد در ساختن ویدیوها از این صدا استفاده کنین. البته چند ثانیه وقت میگیره دانلود شدنش، بله تقریبا نصف صدا دانلود شده. چند ثانیه دیگه هم صبر میکنیم تا صدا دامش برای صدای ما به صورت کامل دانلود شد و حالی در قسمت دانلود های ما وجود داره. حالا ما میتونیم این صداها را در قسمت های مختلف برای پلتفرم های مختلف استفاده کنیم. امیدوارم هستم ویدیویی که ما به شما ترتیب کردیم برای شما مفید واقع شده باشه و برای اینکه ویدیوهای بعدی ما از دست ندید لطفاً چینل ما رو سابسکرایب کنین و تا ویدیوهای مفید بعدی شما رو با لایک می‌سپاریم. خدا نگهدارتان. به چینل یوتیوب هوش مصنوعی خوش آمدید. اگر می‌خواهید در مورد هوش مصنوعی اطلاعات مفید و ارزشمند به دست آورید و اگر می‌خواهید بدون استفاده از صدا و تصویر خود و با استفاده از هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی محتوا تولید کنید و کسب درآمد کنید، لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید.